5 اشتباه رایجی که خیلی‌ها نمیدونن ولی میتونه باعث افسردگی در سگ‌ها بشه. اولیش تنها گذاشتن سگ‌ها برای مدت طولانی بدون آمادگی قبلیه. سگ‌ها موجوداتی اجتماعی هستن و وقتی که اونا رو ناگهانی تنها میذارین دچار اضطراب جدایی میشن. دومیش تنبیه بدنی یا داد زدن سر اونا هستش. تنبیه باعث از بین رفتن احساس اطمینان و امنیت توی اونا میشه و وقتی که سگتو تنبیه میکنی اون نمیدونه که تو واسه چی داری سرش داد میزنی، فقط باعث میشه که ازت بترسه. سومیش توجه کردن به اونا فقط موقع غذا دادن یا پیاده روی هستش. سگت دوست داره بی قید و شرط عاشقش بشی و همیشه بهش توجه کنی، نه فقط زمانی که تایمت خالیه. چهارمیش نادیده گرفتن زبان بدن سگته. دم بین پاها، گوش افتاده، نگاه دور، همه اینا داره سعی میکنه یه چیزی بهت بگه ولی تو گوش نمیدی. و در آخر بی‌تفاوتی به تغییرات رفتاریش هستش. سگت کم تحرک شده، زیاد میخوابه، اشتهاش کم شده، اینا همه نشونه‌های تنبلی نیست و ممکنه که نشونه‌های افسردگی باشه. حالا تو بهم بگو، تا حالا شده که یک کدوم از این اشتباهاتو انجام بدی یا ببینی که کسی دیگه‌ای داره انجام میده؟ بدون قضاوت برام کامنت کن، میخوام ببینم که کدومش رایج‌تره.